سلام، اسم من آمنه است و من 5 سال هست که به استرالیا مهاجرت کردم. من درس دکتری روانشناسی کودک رو در دانشگاه کوینزلند استرالیا به اتمام رسوندم. البته از حدود 14 سال پیش در سال 2000 من وارد دانشگاه شیراز شدم تا اینکه مطالعه رسمی روانشناسی رو در رشته روانشناسی بالینی آغاز کنم. و حتی پیش از اون من همیشه علاقمند به مطالعه رفتار انسان بودم. همیشه علاقمند بودم که ببینم چه انگیزه‌ای پشت رفتارهای ما هست و چه چیزی در واقع تصمیم‌ها و رفتارهای ما رو هدایت میکنه. از 5 سال پیش که مهاجرت کردم تا به امروز مسئله مهاجرت یک دغدغه مهم من بوده. هم به تجربه های شخصی خودم و هم از صحبت با دیگران و دوستانم متوجه شدم که مهاجرت یک مسئله خیلی پیچیده هست. در واقع مطالعات روانشناسی هم نشون میده که مهاجرت یک مسئله خیلی پیچیده هست و مهاجرین با احساسهای خیلی متفاوتی مواجه میشن در دوران مهاجرتشون. مهاجرت یک موفقیت بزرگ توی زندگی بسیاری از افراد محسوب میشه. بسیاری از افراد سالها برای رسیدن به این موفقیت تلاش میکنن. یعنی 4 سال، 5 سال یا بیشتر فرد برنامه‌ریزی میکنه، سرمایه گذاری میکنه، درس مثلا زبان خارجی میخونه، تحقیق میکنه، وکیل میگیره. کار دشوار و هزینه بری هست. بنابراین یکی از لذت بخشترین لحظه های فرد گرفتن ویزا هست. یعنی وقتی که فرد ویزاش میاد، حالا افرادی که این تجربه رو دارن من حدس میزنم که با من موافق باشن که یک شعف خیلی زیادی داره وقتی که ویزات رو میگیری. حالا تو ایمیل دریافت میکنی یا مثلا به تلفن میزنن میگن ویزات موفق بوده. خیلی شادی آوره این حادثه. و همینطور هم هست وقتی که فرد بلیت میخره، وقتی که وارد به کشور دیگه میشه. درسته که این شادی آمیخته است و یک دلهره هایی و یک تردید هایی و شاید دلتنگی هایی، اما باز هم شعف و شادی وجود داره. خب حالا چه اتفاقی میفته برای این فردی که واقعا به یکی از آرزوهای مهمش رسیده و اینقدر براش تلاش کرده؟ مطالعات نشون میده که نیمی از مهاجران گزارش میکنن که در 5 سال اول مهاجرت از بدترین سالهای زندگی اونها بوده و تعداد قابل توجهی از مهاجران در سالهای اول مهاجرت دچار افسردگی میشن، دچار پشیمونی میشن و حتی بعضی‌ها برمیگردن به کشورشون. این در حالیه که مهاجرت یک روزه که از بزرگترین آرزوها و خواسته های همین فرد بود. حالا فرد دچار احساس غم شده، دچار احساس افسردگی شده، دچار احساس پشیمونی شده. چرا این اتفاق میفته؟ اونجا که میخوام در این صحبت امروز در موردش صحبت کنم همین بنیان این هست که ما به یکی از بزرگترین آرزوهامون میرسیم اما برمیگردیم به حس غم. چرا اینطوریه؟ و در صحبت‌های آینده بخش‌های زیادی از اونچه که امروز میگم رو مایل هستم که باز کنم و به سوالات دیگه‌ای جواب بدم و برای همین به بازخورد شما و به نظرات شما احتیاج دارم، برای اینکه هم بتونم این بحث رو بهبود بدم و هم بتونم در مورد بحث‌های آینده برنامه ریزی کنم. خب گفتم که مهاجرت یکی از آرزوها و یکی از خواسته های افراد هست. آرزو دارن که بتونن مهاجرت کنن. رفتارهای ما رو اهداف پشت اون معنی دار میکنن. مثلا خواسته ها و آرزوهای ما اون چیزی هستن که پشت رفتارمونن و اونو معنی دار میکنن. مثال دیگه اینه که حس درونی گرسنگی باعث رفتار جستجوی غذا میشه. یعنی ما اگه داریم غذا میخوریم دلیلش این هست که ما یک حس درونی داریم که نیاز به غذا هست. پس هر رفتاری که انجام میدیم یک منشأ درونی داره. و خواسته ها و آرزوهای ما از منشأهای مهم درونی رفتارمون هستن. خب حالا یک زمانی رو برای خودتون بگذارید به این فکر کنید که چه آرزوهایی برای زندگی دارید. حتی
متوقف کنید این گفتگوی من رو و بنویسید، روی کاغذ بیارید چه آرزوهایی برای زندگیتون دارید. و در ادامه صحبت من وقتی که نکاتی رو در مورد آرزوها میگم، یکم برگردید به آرزوهایی که دارید و فکر کنید به چیزهایی که دارم میگم. خب مثلا داشتن همسر خوب، مثلا ثروت، مثلا شغل خوب، خونه بزرگ، دارایی، اینا چیزهایی هستن که معمولا افراد دارن براش تلاش میکنن، درسته؟ خب ما تلاش میکنیم برای اینکه ثروت به دست بیاریم، تلاش میکنیم برای اینکه همسر خوب پیدا کنیم، کار خوب به دست بیاریم. چرا؟ برای اینکه میخوایم بهتر زندگی کنیم. ما به دنبال بهزیستی هستیم و این بهتر و خوب زندگی کردن روش تاکید میکنم، چون که این خوبی خیلی مهمه. میخوام بعد دوباره به این نیکیه برسم. ما به دنبال خوبی و نیکی هستیم. خب گفتم زندگی بهتر. چه چیزی باعث زندگی بهتر میشه؟ دوباره آرزوهامون چیا بودن؟ رفاه، ثروت، استرس نداشته باشیم، آزادی و قدرت انتخاب داشته باشیم. مثلا ثروت به ما آزادی میده، میتونیم چیزایی که میخوایم بخریم، قدرت انتخاب میده. شادی آیا باعث زندگی بهتر میشه؟ یه نکته رو اینجا بگم و اون اینه که حالا یک کمی اینا پیچیده هستن، در واقع دو سویه هستن چیزایی که من دارم میگم. مثلا آرزو زندگی بهتر، رفاه آرزو، شادی زندگی بهتر آرزو، اینا در هم تنیدن. شاید نشه به این راحت جدا کرد و گفت خب کدوم یکیش زیر بنای اون یکیه. بیاید با کلمات بازی نکنیم. حالا الان شاید من اگر این بحث رو برای چندین سال ادامه دادم، اگه برگردم بتونم اینو بهتر سازمان بدم. اما در حال حاضر شما سعی کنید به معنایی که میخوام منتقل کنم فکر کنید و خیلی وارد کلمات نشید. حالا فرد شنونده این متن ممکنه که شما فیلسوف باشید، نویسنده باشید، متفکر باشید خودتون و بگید که من موافق نیستم با اینی که داری میگی. اشکال نداره، موافق نیستید، خیلی هم خوبه. اگه دوست دارین به من بازخورد بدین، ولی گم نشین، در حالا کلمات گم نشین. بذارین پیش بریم با همین ریتمی که شروع کردیم. خب میگم که شادی، من میگم شادی باعث زندگی بهتر میشه و من میگم شادی یک مفهوم کلیدی هست در بهتر زندگی کردن. شاید بشه گفت جستجو برای شادی مهمترین و بنیادی ترین منشأ تلاش انسان هست. ما در زندگی به دنبال شادی هستیم. حالا شادی چیه؟ من قبل از تهیه این متن خیلی مطالعه کردم که ببینم چه تعریف‌هایی از شادی ارائه شده. تعریف‌های مختلف ارائه شده، اما همه در واقع به یک چیز اشاره می‌کنن و اون اینه که شادی تجربه یک احساس درونی خوب و لذت بخشه. ببینید دوباره کلمات میتونن با ما بازی کنن. مثلا احساس رضایت، احساس لذت، احساس آرامش، اینا همش در هم تنیده میشن و میشن شادمانی. پس ما به دنبال لحظات خوبیم. من اونها رو در یک کلمه و یک جمله میگم لحظات خوب. حالا چه چیزی شادی میآفرینه؟ اگر که ما از رسیدن به آرزوهامون به دنبال زندگی خوبیم و زندگی خوب به معنای داشتن شادی هست، پس چه چیزهای شادی میآفرینن؟ این مهمه که بدونیم چه چیزهای شادی آفرین هستن در زندگی. آیا اون آرزوهایی که ازش اسم بردیم، یعنی همسر خوب و فرزند و ثروت و کار خوب و اینا شادی آفرینن؟ آیا خندیدن و رقصیدن و پایکوبی شادی آفرینه؟ آیا سلامتی شادی آفرینه؟ آیا داشتن همه اینها با هم باعث حس خوب برای ما میشه؟ یه مثالی میزنم که بهش فکر کنید. شاید چند وقت پیش شما هم شنیده باشید که کمدین و بازیگر معروف سینما رابین ویلیامز، این فرد دست به خودکشی زد در سن حدود 65 سالگی اگه اشتباه نکنم. این مسئله من رو شخصا خیلی به فکر وامی داره. مسئله کمدینی که خودکشی میکنه. ببینید این فرد خب ظاهرا خیلی فرد موفقیه، در واقع بازیگری که شهرت داره و مشهور میشه برای کاراش، خب موفقه، بنابراین در کارش موفقه. شهرت هم که داره، شهرت جهانی داره. کمتر خیلی نیستن افرادی که مثلا وارد حرفه تئاتر میشن، وارد حرفه بازیگری میشن و شهرت همچین جهانی پیدا میکنن. محبوبیت داره، مهمتر از همه شهرت برای چیز بد نیست. محبوبیت داره و ثروت داره.
حالا من حساب بانکیشو ندیدم، ولی حدس میزنم که منطقیه که فکر کنیم که بازیگر سینما در این سطح فرد ثروتمندی هست. و مهمتر از همه اینها میخنده و میخندونه. این فرد کمدینه. توی مثلا فیلم غمناک تراژدی نمیره بازی کنه، این فرد کمدینه. بعد چه چیزی در زندگی این فرد کمه که ادامه زندگی رو براش بی‌معنا میکنه؟ خودکشی معناش این هست که این فرد ادامه زندگی رو بی‌معنا دونسته، یعنی دیگه زندگی براش لذتی نداره. چون اگه داره از زندگیش لذت میبره، اگه شادی داره، خب میخواد اونو ادامه بده. خب پس حالا فکر کنیم که چه فردی پس شاده؟ وقتی که این فردی که همه این چیزهایی که آرزوی خیلی ها هستن داره اما شاد نیست، چه فردی پس شاده؟ این که شادی چه چیزی برای افراد شادی میاره، در واقع چه چیزی شادی آفرین هست، تعریف شدنی نیست. یعنی در مطالعات روانشناسی که میخوان بسنجن شما چقدر شاد هستین، فقط از شما میپرسن که چقدر شاد هستین. از شما نمیپرسن که چقدر خونه دارین، آیا رئیستون با شما خوبه یا نه، آیا همسرتون رو دوست دارین یا نه. از شما میپرسن چقدر شاد هستین، چقدر احساس خوب دارین در طول روز. در هفته گذشته چند روز بود که احساس خیلی خوب و احساس شادی داشتین. پس شادی یک حس درونیه و یک حس فردیه. اگه بخوام بگم این نکته مهم شماره 1 هست، اینه که حس شادی یک حس درونی و فردی هست. هیچ کسی دیگه نمیتونه برای شما تعریفش کنه و چیز بیرونی هم نمیتونه اونو تعریف کنه. خب یکی از اشتباه‌های رایج رو من همین الان بگم. یکی از اشتباه‌های رایجی که افراد میکنن و باعث میشه که باعث غمگین شدنشون میشه این هست که خوشگذروندن با شادی اشتباه گرفته میشه. ما در یک جهان مدرن زندگی میکنیم که تأکید بیش از اندازه بر خوشگذروندن هست. آیا خوشگذشتن همون شادی هست؟ مثلا وقتی که شما توی مهمونی هستین، میخندین، میرقصین، این یه جور خوشگذروندنه. در واقع خوشگذروندن به معنای اون شعفی من میگم که مثلا در چهره شما معلومه شما دارین میخندین و یک خوشی رو دارین تجربه میکنین. به اصطلاح عامیانه خوشگذروندن میگم که مثلا به شما میگن خوش بگذره. به این اصطلاح عامیانه تأکید خیلی زیادی در این جامعه هست بر خوشگذراندن. یعنی هر کاری که میکنی از خونه داری میرون بهت میگن بهت خوش بگذره. من میخوام بر این تأکید کنم که خوشگذروندن تنها راه شاد بودن نیست. خب منطقیه که فکر کنیم کسی که داره خوش میگذرونه شاده، هرچند که توی همون مهمونی ها و پایکوبی های خوشگذرونی هم افرادی هستن که در اون لحظات هم شاد نیستن. اما حالا به فرض که خوشگذرونی در اون زمان خوشگذرونی شما شاد باشین، آیا این واقعا هم چیزی هست که ما میخواهیم؟ خب اگه باشه که خیلی ناراحت کننده است، چون که شما یه شب میری مهمونی، داری میزنی میرقصی و خوش میگذرونی، فردا صبحش باید بلند شی بری سر کار، از سر کار میای و خونه رو تمیز کنی، بعد غذا درست کنی، بچت داره گریه میکنه، باید به همسرت رسیدگی کنی. خب این که یعنی فقط مثلا شما یه شب خوش گذروندی اما در تمام روز دیگه خوشی برای شما وجود نداره. آیا معنیش اینه که پس ما شادی برامون نباید باشه؟ من تأکید خیلی زیاد دارم برای اینکه این خوشگذراندن بعد از شادی جدا بشه. ما میتونیم شاد باشیم حتی اگر خوش نمیگذرونیم. یه نکته مهمی که هست اینه که شادی این خوشگذرانی شادی موقتیه. آیا شادی های موقت مطلوب هستن برای ما؟ مطالعات روانشناسی نشون میده که اگه به شما بگن که 2 چیز شادی آور رو نام ببر، یکیش چیزی هست که خیلی زیاد تو رو خوشحال میکنه، بی نهایت ازش لذت میبری و خیلی به دست آوردنش ارزشمنده، یکیش چیزیه که بازم تو رو خوشحال میکنه اما خب دیگه اونقدر هم بی نهایت خوشحال کننده نیست. یه چیز خوبی که اگه داشته باشه خوشحالی اینو داری. بعد بهت میگن که خب حالا اگه اون چیزی که خیلی تو رو شاد میکنه رو ترجیح میدی که اگه اینو برای 1 هفته بهت بدیم، یا اینکه اون چیزی که کمتر تو رو شاد میکرد برای 1 سال بهت بدیم، یعنی در طول 1 سال میتونی این چیزی که کمتر تو رو شاد میکنه رو داشته باشی، کدومش رو انتخاب میکنی؟ اغلب افراد اون دومی رو انتخاب میکنن، چیزی که میتونن 1 سال داشته باشنش. این نشون میده که برای بیشتر ما
شادی‌های موقت اونقدر هم مطلوب نیستن. یعنی ما طالب شادی‌های پایدار هستیم. خب آیا شادی پایدار از بیرون تولید میشه؟ گفتیم که قاعده شماره 1 این بود که شادی یک حس درونیه. دوم اینه که شادی‌های موقت مطلوب نیستن. خب آیا شادی پایدار از بیرون تولید میشه؟ و آیا منابع بیرونی شادی آور هیچ وقت تمامی دارن؟ بذاریم به این 2 سوال فکر کنیم. خب آرزوها و نیکی‌های پایدار. ما گفتیم که ما به دنبال رسیدن به آرزوهامون هستیم. اما آیا رسیدن به آرزوها جستجوی شادیه؟ شاید دومین اشتباهی که افراد مرتکب میشن اینه که فکر میکنن که رسیدن به آرزوها یعنی رسیدن به شادی. مثال کمدین یادتون بیاد، این کمدین به خیلی از آرزوهاش رسیده، اما آیا شاده؟ یک نکته دیگه که میخوام بگم اینه که ذهن ما بازیگره. ما پیشبینیمون از لذت برآورد شده برای وقتی که به آرزوهامون میرسیم خیلی بیشتر از واقعیت اونه. دوباره مطالعات روانشناسی نشون میده که اگه مثلا قبل از اینکه شما میخواید برید مسافرت یا یه چیزی که دوست دارید بهش برسید، مثلا شغل جدیدتون رو شروع کنید که خیلی هم دوستش دارید، خیلی هم خوشحالین از این شغل، اگه قبل از این که اون آرزو رو بهش برسین از شما بپرسن که شما فکر میکنی وقتی که به این رسیدی چقدر خوشحالی، چقدر بهت خوش میگذره، شما نمره بدین، اینو نمره بدین، بگین مثلا از 10 به من 9 خوش میگذره. برآوردی که شما میکنین قبل از این که بهش برسین و واقعیت با هم تفاوت معنیدار داره. یعنی برآورد شما خیلی بهتر از زمانی هست که در اون واقعیت هستیم. وقتی در اون مسافرتی که خیلی هم هیجان زده بودی و دوست داشتی و برنامه‌ریزی میکردی باشی، اگه ازت بپرسن حالا چقدر بهت خوش میگذره، خیلی کمتر هست از اون چه که فکر میکردی بهت خوش میگذره. قدیمیا ما خودمون این مسئله داریم، قدیمیا میگن انتظارش خوشه. من نمیدونم شما اینو میگفتین یا نه، مادر من همیشه میگفت حالا خیلی چیز نباش انتظارش خوشه. من میتونم بگم سالها مطالعه روانشناسی پشت این یه جمله هست، انتظارش خوشه. یعنی انتظار قضایا خوشتر از واقعیت قضایاست. اینم خیلی نکته مهمیه. پس ذهن ما بازیگره، ذهن ما به ما کلک میزنه. پیشبینی ما از لذتی که در برآورده شدن آرزوهاست خیلی بیشتره تا واقعیت اون. یه نکته خیلی مهم دیگه هم وجود داره. من گفتم ما به دنبال آرزوهای پایدار هستیم. آیا آرزوهای ما تمامی دارن؟ بذارید که من این داستان سعدی رو برای شما بخونم. یکی از واقعا داستان‌هایی که من خودم بسیار اون رو دوست دارم و بارها من این داستان رو خوندم و واقعا اگه بگم باید این داستان رو آویزه گوش کرد، من این داستان سعدی رو خواهم گفت. این حکایتی است از باب 3 کتاب گلستان در فضیلت قناعت. من دارم از روی این کتاب برای شما میخونم. میگه بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتگار. سعدی در مورد بازرگانی میگه که خیلی وضعش خوبه، خیلی پول داره و وضعش خوبه. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد. همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است، باز گفتی که نه دریای مغرب مشوش است. سعدی میگه این بنده خدا شب تا صبح خوابش نبرد، از بس برا من گفت که حرفای پریشون زد. گفت من حالا فلان پولی که فلان جا دارم چی میشه، به اصطلاح امروزی خودمون میگه حالا اون وامو که گرفتم چه کار کنم، حالا اون حساب بانکی رو میخوام ببندم، حالا میخوام مثلا فلان مسافرت رو برم، حالا نمیدونم انجامش بدم یا نه، حالا اون ساختمانی که دارم میسازم، برجی که دارم میسازم اینطوری داره میشه. همینطور این ماجراهای پریشان رو گفت. بعد گفتش که سعدیا سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود
بقیت عمر خویش به گوشه‌ای بنشینم. گفتش که سعدی یک دونه سفر دیگه دارم که اگه اون انجام بشه دیگه بقیه عمرمو راحت برای خودم میشینم، هیچی دیگه نمیخوام. سعدی میگه که گفتم آن کدام است؟ آن سفر کدام است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و از آن پس هر که تجارت کنم و به دکانی بنشینم. گفت این سفر آخرم دیگه اینه که از چین برم به روم و از روم برم به هند و از هند برم به حلب و بیام به پارس و برم به یمن و دیگه بعد از اون میخوام ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. این که دیگه این سفر رو که کردم دیگه میخوام دیگه یه دکانی بگیرم و راحت برای خودم بشینم، دیگه دست از تجارت بردارم. حالا یادتون باشه که این بنده خدا مال اصل هواپیما و نمیدونم کشتی بخار نیست. این هواپیما، این بنده خدا مال دوره‌ای هست که با شتر داره مسافرت میکنه. برای حالا شما فکر کنید این سفر خودش یه عمر طول میکشه. سعدی ادامه میده، میگه انصاف از این مال خولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. میگه دیگه انقدر از این خزعبلات گفت که دیگه دهنش کف کرده بود، نمیتونست بیشتر حرف بزنه. گفتش که سعدی، گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای. گفت حالا دیگه تو هم یه چیزی بگو، تو مرد سفری، مرد سخنی، تو یه چیزی بگو دیگه، نوبت توئه. سعدی گفت آن شنیدستی که در اقصای غور مار سالاری بیفتاد از ستور؟ گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. خیلی این نکته مهمه. واقعا دوست دارم شما رو بگذارم تا مدتی به این نکته فکر کنید. این یک واقعیت عمیقی از زندگی ما آدم ها در این چند جمله بود که چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. خب پس بنابراین بگیم که آرزوهای ما تمامی ندارن. داستان بازرگان رو بشنوید، هر چی به دست میاری یه چیز دیگه میخوای. ما درسته که دوباره ذهن ما رو کلک میزنه، ذهن زیرک هست، به ما میگه اگه این شغله رو دیگه به دست بیاری دیگه عالی میشه، دیگه هیچی انگار از دنیا نمیخوام، اگه این پول گیرم بیاد دیگه هیچی از دنیا نمیخوام. واقعیت اینه که همچین چیزی وجود نداره که اگه اون چیز به دست بیاد هیچی از دنیا نخوایم. اون چیز قناعته. اگه قناعت به دست بیاریم، اگه رضایت و شادی درونی به دست بیاریم، دیگه هیچی از دنیا نمیخوایم. خب یک چیز دیگه رو بهتون بگم که حالا به اصطلاح روانشناسیش دقیقاً همین داستان سعدی میتونم به مطالعات روانشناسی در مورد ماندگاری شادی بعد از رسیدن به آرزوها صحبت کنم. مطالعات در مورد افرادی که لاتاری برنده میشن خیلی جالبه. ببینید لاتاری برنده شدن، مثلا فرد توی لاتاری 1 میلیون دلار برنده میشه. 1 میلیون دلار پول کمی نیست. 1 میلیون دلار به درآمد مثلا 10 سال زندگی یک استاد دانشگاه هست. برای بعضی از افراد 1 میلیون دلار درآمد 50 سال زندگیشون هست. یعنی یک شبه وقتی که به فرد 1 میلیون دلار میدن، انگار که این فرد 50 سال میتونه دیگه کار نکنه و فقط خوش بگذرونه، پس اندازم انجام بده. خب این فرد تا آخر عمرش آدم میگه باید خوش باشه دیگه هیچ قصه‌ای واقعا آیا براش میمونه؟ خیلی جالب هست که بدونید مطالعات روانشناسی نشون میده که افرادی که لاتاری برنده میشن بعد از 1 ماه تا 6 ماه میزان شادیشون برمیگرده به هر چی که قبل از لاتاری برنده شدن بوده. در واقع رسیدن به تمام آرزوها همینطوریه. مطالعات روانشناسی نشون میدن که در زمان خیلی کوتاهی بعد از اینکه به یک آرزوی خیلی بزرگی که براش تلاش کردیم میرسیم، شادی ما برمیگرده به آنچه که قبل از
رسیدن به آرزو بوده. در واقع مطالعات روانشناسی پیشنهاد میکنن که یه خط پایه‌ای از شادی وجود داره که تمام افراد در اون خط پایه شادی، ما بیشتر لحظاتمون در اون خط پایه هستیم. مثلا یه شب میریم خوش میگذرونیم، یه ذره از اون میره بالاتر، دوباره فرداش برمیگرده به هر چی که اون خط پایه بوده. در نتیجه اینجاست که ما باید فکر کنیم که اگه ما میخواهیم بهتر زندگی کنیم، به جای این که به دنبال رسیدن به آرزوها باشیم، باید به دنبال بالا بردن این خط پایه شادی باشیم. پس رسیدن به آرزوها شادی‌های کوتاه مدت به همراه دارن و ما به دنبال پایداری لحظات خوب هستیم. اما پایداری نیکی یک احساس درونیه. خب خلاصه کنم، در زندگی به دنبال لحظات شاد هستیم. شادی‌های موقت مطلوب نیستن. پس به دنبال نیکی پایدار هستیم. رسیدن به آرزوها رسیدن به نیکی پایدار نیست. نیکی پایدار یک حس درونیه و هیچ عامل بیرونی سطح شادمانی ما رو به طور دائمی بالا نخواهد برد. باید خط پایه شادمانی درونی خودمون رو افزایش بدیم. خب با مهاجرت آغاز کردم و با مهاجرت هم تموم کنم. مهاجرت کردیم چون فکر کردیم که مهاجرت برای ما شادی بیاوره و رهایی از رنج هست. باید بدونیم که مهاجرت وسیله‌ای هست برای رسیدن به زندگی آسوده تر. اما شادی هنوز اون حس درونی هست که باید با تمرین به دست بیاریم. مهاجرت پرتاب انسان به دل ناشناخته هاست. آیا از ناشناخته ها لذت میبریم؟ خب ممنونم که به صحبت من گوش دادید. موضوعات آینده‌ای که پیشنهاد میکنم بیشتر در مورد شادی هست. موانع شادی چیه؟ چه جوری باید به این حس پایدار درونی برسیم و چطوری خط پایه شادیمون رو افزایش بدیم؟ آیا فرار از رنج به معنای شادمانی هست؟ یکی از موضوعات جالبی که دوست دارم در موردش صحبت کنم شبکه‌های اجتماعی هست که امروزه ما عضو این شبکه‌های اجتماعی میشیم. اثر اونها بر زندگی روانی ما چیه؟ و موضوعات دیگه‌ای که حالا اینجا پیشنهاد دادم. دوست دارم پیشنهادهای شما رو بدونم و دوست دارم نظر شما رو در مورد این بحث بدونم و دوست دارم که از کمک شما استفاده کنم تا اینکه بحث رو